سلام، برگشتیم با بخش دوم فصل دوم کتاب این راهش نیست. همین اول از چک و شبهه درتون بیارم. آره، حقیقت تلخیه. افراد سوء استفاده‌گر یا گیرنده از یک عده افراد بخشنده یا دهنده موفق ترن، اما از عده دیگه ای از افراد بخشنده در سطح پایینتری از جامعه قرار میگیرن. آدام گرانت، استاد مدرسه وارتون، بر اساس مطالعه‌ای که روی مهندسین، دانشجویان پزشکی و فروشنده ها انجام داد، فهمید اون دسته از افرادی که بیشترین کمک رو به بقیه میکنن همواره تو رسیدن به موفقیت‌های شخصی خودشون ناکامن. اونا نمیتونن کارشون رو به موقع تحویل بدن، نمره‌های پایینتری میگیرن و فروش کمتری دارن. حالا سوالی که پیش میاد اینه که اگه افراد دهنده و بخشنده توی پایین جدولن، پس چه کسایی در صدر جدولن؟ نکته جالب اینجاست که افرادی که ته جدولن همون آدمایی هستن که در صدر جدولن. افرادی که همیشه در کمک کردن به دیگران پیشگامن، نه تنها بیشترین تعداد افراد ته جدول رو در بر میگیرن، بلکه با بیشترین معیارهای موفقیت در صدر جدول هم هستن. یعنی افراد سازگار که بین کمک کردن و کمک دادن تعادل ایجاد میکنن و افراد گیرنده که بیشتر کمک میگیرن و کمتر کمک میدن و همیشه خودخواهی میکنن، هر دو مورد در میانه جدول قرار دارن و در صدر و انتهای جدول افراد دهندن. همه ما دور برمون آدمایی رو دیدیم که اونقدر فداکارن و به بقیه خوبی میکنن که از مسیر خودشون دور میشن و در نهایت یا شکست میخورن یا گیر افراد گیرنده میافتن. از اون طرف هم آدمایی رو میشناسیم که چون به بقیه خیلی کمک میکنن و هوای همه رو دارن، همه عاشقشونن و از اون طرف این افراد آدمای خیلی موفقی هم هستن، چون دیگران قدر اونها رو میدونن و احساس میکنن بهشون مدیونن. حالا شاید سردرگم بشید با توجه به ویدیویی که در مورد بخش اول فصل دوم ساختم. اونجا گفتم که افراد شارلاتان همیشه موفقن و نتایج خیلی بهتری دارن، اما با توجه به تحقیق گرانت ما فهمیدیم که اونها در حد میانه نتایج بهتری دارن. در نهایت این افراد بخشنده و دهنده که در صدر جدول قرار میگیرن. باور نمی‌کنید یکی از تحقیقات به نام میزان درست اعتماد از مردم پرسیدن که از 1 تا 10 چقدر به دیگران اعتماد دارن. افرادی که در پاسخ به این سوال نمره 8 رو انتخاب کرده بودن، بالاترین درآمد رو نسبت به بقیه داشتن. این موضوع با اون تحقیق آدام گرانت که اول ویدیو بررسی کردیم کاملا همخونی داره. جالب، افرادی که کمترین امتیاز رو داده بودن درآمدشون 15% کمتر از افرادی بود که نمره 8 رو انتخاب کرده بودن. مسلماً همین افراد دهنده اگه قرار باشه یک جایی مسئولیت رهبری بگیرن، نمیتونن انقدر خوب رفتار کنن. خب مگه قرار نیست یه رهبر یک رفتار جدی و خشن داشته باشه که بتونه تاثیرگذار باشه؟ تو این ویدیو دیدیم که خصوصیت منفی به افرادی که دارای مسئولیتن کمک زیاده میکنه، ولی وقتی رهبرای عالی رتبه رو توی ارتش، جایی که انتظار داشتیم برای خشونت ارزش بیشتری قائل بشه، مورد بررسی قرار میدیم، متوجه شدیم کاملا برعکس اون چیزی که فکر میکنیم. اونهایی که دیگران رو مورد تشویق و حمایت قرار میدن بالاترین رتبه رو داشتن، نه افراد سخت. در بسیاری از مواقع فریبکاری و قلدری تو کوتاه مدت جواب میده، اما در بلند مدت موجب آلوده شدن محیط اجتماعی میشه و باعث میشه همه افراد همدیگر رو قضاوت کنن و کسی تمایلی نداشته باشه که کاری رو در جهت مثبت انجام بده. گیرنده بودن ممکنه در کوتاه مدت براتون منافعی به دنبال داشته باشه، اما این منافع محدود و در نهایت باعث میشه دیگران تمایلی برای کمک بهتون نداشته باشن، چون شخصیت واقعی شما رو شناختن. حالا اگه از آدام گرانت بپرسی بدترین دشمن گیرنده ها کیان، بهت چی میگه؟ گیرنده های دیگه. گیرنده ها امکان نداره بتونن به اندازه دهنده ها تو کار خودشون موفق باشن، مگر اینکه یاد بگیرن به بقیه اعتماد کنن. حتی افراد سازگارم که از اعتماد و عمل متقابل استفاده میکنن محدودن، چون همیشه منتظرن طرف مقابل یک عمل مثبتی انجام بده و این میتونه جلوی تعاملاتی که به نفع هر دو طرف است رو بگیره. کتاب سعی نمیکنه این موضوع رو که بیشتر افراد دهنده در پایین جدول قرار دارن کم اهمیت جلوه بده. تفاوت بین افراد دهنده‌ای که موفق میشن و افراد دهنده‌ای که در ته جدول قرار میگیرن تصادفی نیست. آدام گرانت به این موضوع اشاره میکنه که افراد دهنده‌ای که در جهت کمک به دیگران کاملا از خود میگذرن و خودشونو خسته نمیکنن، توسط افراد گیرنده مورد استفاده قرار میگیرن و عملکرد ضعیفی در انجام معیارهای موفقیت خواهند داشت. حالا اگه خودتون رو جزء افراد دهنده جامعه میدونین، نگران نباشین. کتاب چند تا روش و راهکار براتون در نظر گرفته که بتونید تعادل ایجاد کنید بین گرفتن و دادن. آیا 2 ساعت در هفته کار داوطلبانه انجام میدید؟
کافیه. طبق تحقیقاتی که سونجا لیوبومیرسکی انجام داده، اونایی که به صورت یکجا و به مقدار زیاد به بقیه کمک میکنن نسبت به زمانی که به مقدار کم ولی مستمر کمک کردن احساس شادی بیشتر و استرس کمتری دارن. پس اگه یک روز در هفته برای کمک به دیگران صرف میکنید، 100 ساعت در سال کار خیلی انجام دادن عدد خیلی خوبیه. حتی افراد سازگار هم به نفع افراد دهنده عمل میکنن. این افراد میخوان مطمئن شن که خوبی مورد تشویق قرار گرفته و بدی مورد تنبیه. به همین دلیل تمام تلاششون رو میکنن که گیرنده ها رو مجازات کنن و از دهنده ها محافظت کنن. یعنی اگه شما دهنده اینو تو محیطی کار میکنین که افراد سازگار زیادی درش قرار دارن، نیازی نیست که از مورد سوء استفاده قرار گرفتن توسط افراد گیرنده هراسی داشته باشید. نمیخوام ویدیو طولانی بشه. رولف دولبی تو آخر فصل تمام نمونه ها و مطالعاتش رو جمع‌بندی میکنه و به 5 تا قانون میرسه که اگه تو زندگیمون رعایتش کنیم، نه به گیرنده‌های مطلق اجازه سوء استفاده میدیم و نه اونقدر نقش دهنده رو بازی میکنیم که از اهداف شخصیمون دور بشیم. قانون اول، در محیط مناسب قرار بگیرید. همونطور که تو ویدیوی قبلی گفتم، یه محیط کاری بد میتونه شما رو به یک فرد بدی تبدیل کنه که احساس خوشحالی هم نداره. و بهتون گفتم که خیانت امری مصریه. یعنی وقتی شما ببینید همکارتون داره خیانت میکنه، احتمال اینکه شما هم همکار انجام بدید بسیار زیاد. و خب اینجوریه که شما محیط کارتون رو یک گام به مولداوی نزدیکتر میکنید. متوجه شدید؟ محیط کاری در نحوه رفتار کردنتون تأثیر مستقیم میذاره. یعنی وقتی ببینیم اطرافیانمون کارهای نودوستانه انجام میدن، احتمال اینکه ما همون کارا رو بکنیم بازم زیاده. اگه در حال حاضر تو محیط بدی قرار دارید، با کمک انسان‌های خوب اونجا رو به جای بهتری تبدیل کنید. انتخاب یه محیط مناسب حتی میتونه بهتون کمک کنه که مزیتی که یک شارلاتان به دست میاره رو به دست بیارید. چاپلوسی کردن از رئیستون اگه واقعا فردیه که بهش احترام میذارید، اصلا کار غیر اخلاقی و ناخوشایندی نیست. در مصاحبه کاری بعدیتون حتما بدونید با چه کسی قرار مصاحبه بکنید و در موردش کمی تحقیق بکنید. مطالعات نشون میدن که رئیس شما در میزان احساس شادی و موفقیت شما از کل شرکت تاثیرگذارتره. قانون دوم، در همکاری با دیگران پیش قدم باشید. رابرت سیالدینی معتقده که پیش قدم بودن تو کمک به دیگران عامل اصلی ایجاد حس عمل متقابله. حسی که اساس و بنای متقاعدسازی و جلب علاقه طرف مقابله. این به این معنی نیست که هر کس رو برای اولین بار ملاقات میکنید بهش یه دونه ایران چک بدید. خدمتی که بهش میکنید میتونه خیلی کوچیک باشه، اما همین خدمت کوچیک نسبت کسایی که تازه باهاشون آشنا شدین هم به دیگران این ایده رو میده که شما یک فرد دهنده هستین، هم باعث میشه افراد سازگار دیگه ازتون حمایت کنن و اینکه وقتی یه کار کوچیک انجام میدین دیگه استرس اینو ندارین که اگه اون شخص بهم خوبی نکنه، اگه جواب خوبیمو نده چی. قانون سوم، از خودگذشتگی کاری احمقانه است، نه خیرخواهانه. یادتون باشه تو مطالعه‌ای که در مورد اعتماد به دیگران انجام شده بود، افراد موفق نمره 8 رو داده بودن، نه 10. این ذات انسانه. وقتی یک شخصی برای دیگری بیش از حد کاری انجام میده و هرگز در ازای اون چیزی دریافت نمیکنه، اونطور که باید مورد قدردانی قرار نمیگیره. اگه فرد کاملا از خودگذشته نیستین، این خوبه. از خودگذشتگی محض استراتژی خوبی برای پیشرفت کردن نیست. همچنین طبق چیزی که گرانت گفت، بخشندگی بیش از حد به دیگران میتونه شما رو از پا دراره. به همون 2 ساعت در هفته اکتفا کنید. هیچ نیازی نیست خودتون رو فدا کنید. اگه این کار رو انجام بدید، دیگه بهونه‌ای هم برای نداشتن زمان برای کمک به دیگران ندارید. قانون چهارم، سخت کار کنید ولی اطمینان حاصل کنید که کار شما مورد توجه قرار میگیره. بدون اینکه بخوایم شبیه آدمای شارلاتان بشیم، چه ویژگی‌هایی هست که میتونیم ازشون یاد بگیریم و تبدیل بهشون نشیم؟ اونا از خودنمایی کردن نمیترسن. خودشون رو نشون میدن، از خودشون تعریف میکنن. شما قطعاً به دیده شدن نیاز دارید. رئیس شما باید شما رو دوست داشته باشه. این مسئله گواهی بر داشتن دنیای نامهربان و بی‌احساس نیست. طبیعت این شکلیه. سخت کار کردن هیچ فایده‌ای نداره اگه رئیستون ندونه شما چه کارهای مثبتی برای بهتر کردن سازمان یا شرکتتون انجام دادین. یا شاید هم انتظار دارید یک محصول بدون اینکه عرضه بشه به فروش برسه. کتاب پیشنهاد میکنه هر جمعه برای رئیستون یک ایمیل یا پیامک ارسال بکنید و کارهایی که طی اون هفته انجام دادید رو گزارشش رو بهش بدید. شما شاید فکر کنید که نه، اون میدونه من چی کار کردم، ولی خب اونا هم سرشون شلوغه، اونا هم دغدغه‌های شخصی خودشونو دارن. اینطوری زمانی که وقت اضافه حقوق و ترفیع فرا میرسه، فقط کافیه برای اینکه به خودتون یادآوری کنین دقیقاً به چه علت چنین کارمند خوبی هستین، به پیامکاتون رجوع کنین. قانون پنجم، با دید بلند مدت به مسائل نگاه کنید و کمک کنید که دیگران هم همین کارو بکنن.
به خاطر داشته باشید رفتار بد تنها در کوتاه مدت جواب میده و این رفتار خوبه که در بلند مدت پیروزه. پس بهترین کاری که میتونید انجام بدید اینه که طول مدت کاراتون رو بیشتر کنید. توجه دیگران رو به کارهایی که در آینده میتونید براشون انجام بدین جلب کنید. هر چقدر تعداد دوستای مشترک و دلایلی که در آینده دوباره به همدیگه برمیخوریم بیشتر باشه، اون افراد بیشتر این حقیقت رو میپذیرن که شما در آینده قراره بهشون یه لطفی بکنید. پادشاهان قرون وسطا هم واسه همین تمایل داشتن فرزنداشون با خانواده‌های سلطنتی دیگه ازدواج کنن. حالا ما یه خانواده هستیم و قراره نوه‌های مشترکی داشته باشیم. پس باید با هم خوب باشیم. قانون ششم، بخشنده باشید. زندگی پیچیده و پر از هیاهوست. ما هم اطلاعات کاملی در مورد بقیه و انگیزه هاشون نداریم. نادیده گرفتن افراد ممکنه فقط به خاطر عدم شفافیت شرایط باشه. این موضوع رو بپذیرید که شما هم نمیتونید کامل به خودتون اعتماد کنید. شما میگید رژیم دارید، ولی به محض اینکه یه نفر تو محیط کارتون دونات با خودش میاره، به راحتی رژیمتون رو میشکنید. آیا این به این معنیه که شما آدم بدی هستید یا دیگه نباید به خودتون اعتماد کنید؟ البته که نه. راستی مایکل سوانگو رو یادتونه؟ همون پزشک قاتل، همونی که توی بخش اول فصل دوم توضیحش دادم. در نهایت یک نفر کار درست رو انجام داد. جوردن کوهن نامه‌ای در مورد اون به تمام مدارس پزشکی ایالات متحده فکس کرد و همین مسئله موجب شد توجه FBI به این موضوع جلب بشه. سوانگو از کشور فرار کرد، ولی در نهایت وقتی در سال 1997 برگشت، تو فرودگاه اوهر شیکاگو بازداشت شد. در روز 6 سپتامبر سال 2000 به جرم قتل گناهکار شناخته شد و تمام تلاشش رو کرد که از مجازات اعدام فرار کنه. سوانگو به 3 بار حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در مؤسسه‌ای با بیشترین میزان امنیت در فلورانس کلرادو اقامت داره. سوانگو فرد بی احتیاطی بود، اما اطرافیانش هم آدمایی بودن که فقط به فکر خودشون بودن. در کوتاه مدت این رفتار برای اونها مثمر ثمر بود، ولی در طولانی مدت سوانگو دستگیر شد و آبروی خیلی از افراد هم به خطر افتاد. حتی زمانی که اطرافیانتان فقط به فکر خودشان باشن هم قاتل زنجیره‌ای بودن در طولانی مدت راه خوبی برای موفقیت نیست. ویدیو همینجا تموم میشه. امیدوارم تونسته باشم مطلب جدیدی بهتون اضافه کرده باشم. اگه ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید، برام کامنت بذارید که آیا میخواید از فصل‌های دیگه کتاب براتون ویدیو درست کنم.